فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. یقین میدونم که هر کسی که مردم به ترک مذهب دعوت میکند، هر کسی که تقلید شرعی را بدعت و حرام و نمیدونم سخنهای مزخرف نسبتش میگوید، این شخص یا فتنه‌گر است یا جاهل نادان و یا هر دو، یعنی فتنه‌گر جاهل نادان. خداوند در سوره انعام سوره 6 آیه 159 می‌فرماید به تحقیق کسانی که دینشان را پراگنده ساختند و فرقه فرقه شدند تو هیچ گونه مسئول آنان نیستی، جز این نیست که کارشان فقط با خداوند است. آنگاه یعنی در روز قیامت آنان را از حقیقت آنچه می‌کردند آگاه می‌سازد. پس فرقه ساختن در اسلام حرام است. اما متاسفانه ما در زندگی روزمره می‌بینیم در تمام جهان مسلمانان به چندین مذهب تقسیم شدند. امام ابو حنیفه برای تشکیل مذهب حنفی نیامده بود. امام شافعی به منظور تشکیل مذهب شافعی نیامده بود. امام احمد حنبل به هدف تشکیل یک مذهب حنبلی نیامده بود. امام مالک به هدف تشکیل مذهب مالکی نیامده بود. و برای ما فرض است تا فرموده خدا و رسول خدا را قبول کنیم. به طور مثال یک فتوا است. حضرت امام ابو حنیفه می‌فرماید که در نماز بعد از قرائت سوره فاتحه آمین گفتن به جهر لازم نیست. اما در کتاب صحیح بخاری احادیث زیاد وجود دارد که شما بعد از ختم قرائت سوره فاتحه آمین را به صدای بلند بگویید. در این باره احادیث زیاد وجود دارد که مثلا اگر آمین شما با آمین فرشته ها یک جا می شود دعایتان قبول می شود. بنابراین من بعد از قرائت سوره فاتحه آمین را به جهر می خوانم. به این اساس من خودم را یک حنفی سرسخت می دانم، زیرا حضرت امام ابو حنیفه فرموده که هر فتوای من مخالف فرموده الله و رسول بود، فتوای مرا به دیوار بزنید. اینجا من فتوای او را رها کردم. پس آیا من بهترین حنفی هستم یا نه؟ در شعار این ائمه بزرگ فرمودند اگر هر فتوای من خلاف قرآن و حدیث پیامبر ثابت شد آن را به دیوار بزنید. پیروی مذهب تون کنید، هر کی چیز میگه نمیگه اونها را تماما حتی نگاهشون نکنید. نگاه کردن و گوش کردنشون گناه است. در اصطلاح علما کلمه تقلید معناش قبول کردن شخص غیر مجتهد قول یک مجتهد رو بدون طلب کردن دلیل حجت از برای قولش. قبول قول مجتهد به دعوا و جنجال که دلیلش از کجا است، این سخن از کجا گفته است. در هر جایی از دنیا هر عالم و دانشمند که فتوا صادر میکند شما از او سوال کنید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، یعنی بگو اگر راست میگویید دلیل خود را بیاورید. این آیه قرآن است، سوره بقره سوره 2 آیه 111. اگر سخن آن عالم آن شیخ با قرآن و حدیث مطابقت میکرد سخن او را بپذیر، اگر مطابقت نداشت رهایش کن. هر چهار ائمه بزرگوار را احترام کامل دارم. به نظر من هر چهارشان سلفی بودند، یعنی از سلف صالحین پیروی میکردند. اما انسان در صدور فتوا میتواند اشتباه کند. حالا سوال اینجاست که چرا میان ما مسلمانان فرقه و مذهب وجود دارد؟ زیرا ما قرآن را با معنا و مفهوم نمیخوانیم. قرآن را به عربی میخوانیم. ماشاءالله در ماه رمضان 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار ختم قرآن میکنیم، اما معنایش را نمیفهمیم. اگر هر مسلمان قرآن را دقیق با ترجمه آن بخواند پس هیچ ملا و آخوند شما را گمراه کردن نمیتواند. برادر ما سوال نمودند که وقتی ما قرآن و حدیث را با خود داریم پس چرا به مذاهب مختلف تقسیم شده ایم؟ جواب آن را الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران سوره 3 آیه 103 بیان می کند که می فرماید
واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و همگی بر ریسمان خداوند چنگ زنید و پراگنده نشوید. ریسمان خداوند چیست؟ ریسمان خداوند قرآن است و همچنان احادیث صحیح. پس خداوند می فرماید که به قرآن و احادیث صحیح جمعاً چنگ زنید و متفرق نشوید. خداوند در سوره انعام سوره 6 آیه 159 می فرماید: به تحقیق کسانی که دینشان را پراگنده ساختند و فرقه فرقه شدند، تو هیچ گونه مسئول آنان نیستی، جز این نیست که کارشان فقط با خداوند است. آنگاه یعنی در روز قیامت آنان را از حقیقت آنچه می کردند آگاه می سازد. پس فرقه ساختن در اسلام حرام است. اما متاسفانه ما در زندگی روزمره می بینیم در تمام جهان مسلمانان به چندین مذهب تقسیم شدند. وقتی ما از یک مسلمان سوال می کنیم که شما چی هستید؟ بعضشان می گویند حنفی ام، بعضشان می گویند شافعی ام، برخشان حنبلی، برخشان مالکی، برخ دیوبندی و برخ هم برلوی. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ آیا حنفی بود، شافعی بود، حنبلی بود، مالکی بود، دیوبندی بود، برلوی بود؟ چی بود؟ رسول الله مسلمان بود. خداوند سبحانه و تعالی در سوره آل عمران سوره 3 آیه 52 می فرماید که عیسی علیه السلام مسلمان بود. خداوند در سوره آل عمران سوره 3 آیه 67 می فرماید که ابراهیم علیه السلام مسلمان بود. خداوند در سوره فصلت سوره 41 آیه 33 می فرماید: و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. ترجمه: چه کسی خوشگفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من مسلمانم. پس وقتی کسی از شما سوال می کند که چه هستید، بهترین جوابش آن است که بگویید مسلمانم. اما جای تأسف است که خیلی از مردم به فرقه ها تقسیم شدند و هر کس برای خود مذهب خاص را انتخاب کردند. اگر به 4 امام بزرگوار ببینیم، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد حنبل، امام مالک، خداوند همه‌شان را رحمت کند، ما هر 4شان را احترام خاص داریم. فقهای بزرگ بودند، دانشمندان بزرگ اسلامی بودند، نزد ما همه‌شان محترمند. هر 4 این ائمه بزرگ فرمودند اگر هر فتوای من خلاف قرآن و حدیث پیامبر ثابت شد، آن را به دیوار بزنید. وقتی این 4 ائمه بزرگ فتوا صادر کردند، به اساس تحقیقات خودشان فتوا صادر کردند و همه‌شان این را هم گفتند که هرگاه شما یکی از فتوای مرا دیدید که با قرآن و حدیث تناقض داشت، فتوای مرا به دیوار بزنید. امام ابو حنیفه برای تشکیل مذهب حنفی نیامده بود. امام شافعی به منظور تشکیل مذهب شافعی نیامده بود. امام احمد حنبل به هدف تشکیل یک مذهب حنبلی نیامده بود. امام مالک به هدف تشکیل مذهب مالکی نیامده بود. آنها هر کدامشان فقط به اساس تحقیقات خودشان فتوایشان را صادر کردند و بس. و برای ما فرض است تا فرموده خدا و رسول خدا را قبول کنیم. به طور مثال یک فتوا است از حضرت امام شافعی که می فرماید اگر شما وضو داشته باشید و همسرتان را لمس می کنید، وضوی شما باطل می شود. اما وقت ما صحیح بخاری را می خوانیم، می بینیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در حالی که با وضو بودند، همسرش یعنی حضرت عایشه را لمس کرده و وضویش هم باطل نشده. این حدیث در ابو داود نیز می باشد. پس در می آوریم که به اساس حدیث صحیح وقتی کسی وضو داشته باشد خانمش را لمس کند، وضویش باطل نمی شود. بنابراین من می گویم اگر در حالت وضو خانمم را لمس می کنم، وضوی من باطل نمی شود. پس به این حساب من یک شافعی سرسخت هستم. اگر شافعی مذهبان دیگر شافعی 80% باشند، من 100% شافعی هستم. زیرا خود حضرت امام شافعی بیان نموده اگر هر فتوای من خلاف قرآن و حدیث باشد، آن را به دیوار بزنید. و من این فتوا را به دیوار میزنم. پس آیا من شافعی مذهب سرسخت شدم یا نه؟ یعنی با لمس کردن خانمم وضویم نمیشه کند. پس من 100% شافعی هستم. اگر شما خود را شافعی میگویید و 70% و 80% بگویید، من خودم را شافعی 100% میدانم. حضرت امام ابو حنیفه میفرماید که در نماز بعد از قرائت سوره فاتحه آمین گفتن به جهر لازم نیست. اما در کتاب صحیح بخاری احادیث زیاد وجود دارد که شما بعد از ختم قرائت سوره فاتحه آمین را به صدای بلند بگویید.
در این باره احادیث زیادی وجود دارد که مثلا اگر آمین شما با آمین فرشته ها یک جا می شود، دعایتان قبول می شود. بنابراین من بعد از قرائت سوره فاتحه آمین را به جهر می خوانم. به این اساس من خودم را یک حنفی سرسخت می دانم، زیرا حضرت امام ابو حنیفه فرموده که هر فتوای من مخالف فرموده الله و رسول بود، فتوای مرا به دیوار بزنید. اینجا من فتوای او را رها کردم. پس آیا من بهترین حنفی هستم یا نه؟ لذا به این دلایل من بهترین حنفی، بهترین شافعی، بهترین مالکی و بهترین حنبلی هستم. ما به خاطر اینکه مسلمان درست باشیم، اگر دیوبندی هستیم، اگر بریلوی هستیم، هر چی که هستیم، فقط باید به فرموده الله و رسول الله عمل کنیم. ما باید فرامین الله و رسول الله را تحقیق کنیم. هر آنچه را که به اساس تحقیق درست به دست می آید از آن پیروی کنید. یک تعداد مردم میگویند این گروه اهل حدیثند. من میگویم که از تمام احادیث پیروی نمی کنم، فقط از احادیث صحیح پیروی می کنم. یعنی من اهل احادیث صحیح هستم. حدیث ضعیف هم وجود دارد، حدیث موضوع هم وجود دارد، حدیث صحیح هم وجود دارد. میدانم که اهل حدیث هم از احادیث صحیح پیروی میکنند، اما من خودم را اهل حدیث صحیح میدانم، زیرا با قرآن و احادیث صحیح سرسختانه عمل میکنم، نه احادیث ضعیف. هر کسی بالای خود هر نامی را انتخاب میکند، اما الله برای ما گفته است که خود را مسلمان بگویید. بنابراین من لقب مسلمان را به خود انتخاب کردم و بس. اما در عمل من پخته حنفی، پخته شافعی، پخته مالکی، پخته حنبلی و پخته اهل حدیث هستم. در لقب فقط خودم را مسلمان می‌نامم، زیرا خداوند در سوره حج سوره 22 آیه 78 خداوند خطاب به ابراهیم علیه السلام می‌فرماید که نام اسلام را برای تو انتخاب کردم. بهتر از اسلام کلمه وجود ندارد. پس چرا ما با هم درگیر میشویم که او حنفی است، او مالکی است، او شافعی است، او حنبلی است، او دیوبندی است، او بریلوی است، او اهل حدیث است؟ چرا مشاجره کنیم؟ به خاطر چی؟ در هر جایی از دنیا هر عالم و دانشمند که فتوا صادر میکند، شما از او سوال کنید: قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. یعنی بگو اگر راست میگویید دلیل خود را بیاورید. این آیه قرآن است، سوره بقره سوره 2 آیه 111. اگر سخن آن عالم، آن شیخ با قرآن و حدیث مطابقت میکرد، سخن او را بپذیر. اگر مطابقت نداشت، رهایش کن. آنچه را ذاکر نایک درباره اسلام بیان میکند ارزش ندارد، صفر است، هیچ مهم نیست. به همین دلیل وقتی به کسی جواب ارائه میکنم، از قرآن و حدیث منبع و مرجع میدهم. آنچه را الله سبحانه و تعالی میفرماید، رسول الله میفرماید، حتی اصحاب کرام میفرمایند اهمیت دارد. متاسفانه بسیاری از علمای مسلمان امروزه فتوا صادر میکنند، اما به مرجع فتوای خود اشاره نمیکنند. اما ما مسلمانان فقط باید همین قدر بپرسیم که برادر، شما در رابطه با این فتوایتان چی مدرک دارید؟ می توانید منبعش را پرسان کنید. برخی ها وقت سوال میپرسند منبعش را نیز میپرسند. سوال شیطانی. وقت جواب سوال را نمیدانند میگویند سوال شما شیطانی است. لذا ما فقط از خداوند و رسول او پیروی میکنیم و بس. خداوند در قرآن کریم میفرماید فرقه ساختن حرام است. رسول الله میدانست که با وجود منع کردن قرآن بازم مسلمانان فرقه فرقه خواهند شد، زیرا حدیث شریف است که فرموده 73 فرقه خواهند شد و او نگفته که 73 فرقه بسازید. و از آن 73 فرقه فقط یک فرقه آن وارد بهشت خواهند شد. حالا هر مسلمان میگوید که همان یک فرقه ما هستیم. و اصحاب سوال نمودند آن کدام یک فرقه است که وارد بهشت میشوند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در جوابشان فرمودند همان گروهی که از اوامر الله و رسول او اطاعت میکنند، یعنی بعد از من به قول صحابه عمل میکنند، یعنی کسانی که فرقه نمیسازند. قرآن فرموده که فرقه فرقه نشوید، پس فرقه ساختن غلط است. اگر کسی بگوید که فقط گروه ما وارد بهشت میشوند، خلاف قرآن است. فقط گروهی وارد بهشت میشوند که به فرمان الله و رسول او عمل میکنند و فرقه نمیسازند. به همین دلیل وقتی کسی از من سوال میکند که شما چی هستید، فقط به جوابش میگویم که من مسلمانم. در عمل بهترین حنفی، بهترین شافعی، بهترین مالکی، بهترین حنبلی و بهترین اهل حدیث هستم. هر چهار ائمه بزرگوار را احترام کامل دارم. به نظر من هر چهارشان سلفی بودند، یعنی از سلف و صالحین پیروی میکردند.
اما انسان در صدور فتوا می تواند اشتباه کند. من هم اشتباه می کنم. ما انسان هستیم. با وجودی که نظریات و فرموده های هر 4 امام بزرگوار 99% با هم مطابقت دارند، پس چرا شما به خاطر 1% اختلاف با هم مشاجره می کنید؟ شما می خواهید گروه بسازید که در اسلام گروه ساختن جایز نیست. خداوند فرموده کسانی که فرقه می سازند حرام است. حالا سوال اینجاست که چرا میان ما مسلمانان فرقه و مذهب وجود دارد؟ زیرا ما قرآن را با معنا و مفهوم نمی خوانیم. قرآن را به عربی می خوانیم. ماشاءالله در ماه رمضان 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار ختم قرآن میکنیم، اما معنایش را نمیفهمیم. ختم قرآن حتما ثواب دارد، اما وقت شما مفهوم آن را ندانید چگونه میتوانید با آن عمل کنید؟ اگر هر مسلمان قرآن را دقیق با ترجمه آن بخواند، پس هیچ ملا و آخوند شما را گمراه کردن نمیتواند. آنهایی که خودشان روایات را میسازند شما را گمراه میکنند. لذا اگر شما قرآن را فهمیده بخوانید، یعنی با ترجمه دقیق، الله سبحانه و تعالی در سوره قمر سوره 54 حداقل 4 آیه 17، آیه 22، آیه 34 و آیه 40 می فرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. و به یقین ما قرآن را برای ذکر یعنی برای یادگیری آسان کردیم، پس آیا پندگیرنده هست؟ بنابراین قرآن خیلی آسان است. آن را با ترجمه دقیق بخوانید. اگر با معنا و مفهوم بخوانید، هیچ کسی شما را به گمراهی برده نمیتواند. پس برای ما مسلمانان ضروری است تا قرآن و حدیث را دقیق و صحیح بخوانیم، به آن عمل کنیم و متحد شویم و فرقه نشویم که فرقه ساختن حرام است. امیدوارم جواب سوالتان را گرفته باشید.